all started when I found God. چطورید بچه؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از چنل ما. امروز قراره که گرونترین و ارزونترین برگرهای تهران رو بخوریم که ببینیم آیا این گرونه نسبت به این مبلغی که داره از این ارزونه یا بهتره، یا ببینیم همچنین ارزونه بهتر از اون گرونه است. الکی دارم اما پول میگیرن. لایک، کامنت، سابسکرایب چنل یادتون نره. امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد و بریم که داشته باشیم. ارزون ترین برگر ما این برگر از پیتزا آرکا خریدیم که قیمتش هم 57,000 تومان. دومین برگر ما که کلی چیز داره از پیتزا سیب خریدیم. واه اصلا این تکنه مثلثی این حرفا. مبلغش 312,000 تومان. 312,000 تومان تقریبا یه 250,000 تومان اینا با هم فرق میکنه. الان میخوایم امروز اینجا مشخص کنیم آقا حقمون رو بگیریم، آیا اینی که گرونه نسبت به این میارزه یا نه. حالا به نظرم اول بریم ارزونه رو ببینیم چطوره، بعد بازش کنیم داخلش چه خبره. خب این چیزیه که هست، برای اینکه چیز نشه شما بودیم اینجا نیستش بکنیم ها، زیادش فایده نداره. اینش همین نونه فرانسویه. چیزی که میشه داخلش دید برگر، گوجه، خیارشور، خب همه چیزای ساندویچ رو داره. اون زحمت نه لایک کن، هزینه کرده. این در تستش. یا الله. 2,000 years later. آجی خدای خفن اصلا باورم نمیشه با بنده ور بذار کنم یه همچین برگر خدای خفنه. بخوام بهتون رک بگم دقیقاً چه مزه و اینایی داشت، برگرش میخورد مثلا 50% رو داشت، 100% 50% رو داره، ولی نسبت به اون 50% اون سوسی که توش زده فکر کنم امضای سرآشپزشون باشه. واقعا خوشمزه است، اصلا انتظار نداشتم اینقدر مزهش خوب باشه. نونش نرمه، کاهو و دیگه خیارشور اینطور هم که داخلش بود خدای تازه است، خیلی خفن بود، خوشم اومد. بذاریم کنار رو بریم سراغ اون گرونه. خب اینجا زده بسته بندی مطمئن با یه چسب زیباست، بیوتیفول. آنباکسینگ باشه. واو حاجی واو چقدر خفنه. من میتونم بهتون نشون بدم حاجی. این من گفتم گرونترین برگرشون رو بیارن. یه برگر داره، یه هات داگ داره به اضافه سیب زمینی و سس چدار میگن به این سسای پنیر. حاجی این برگری که دارید اینجا میبینید گوجه موجه نداره حاجی، پشما. یه ورق کالباس که نمیگن، ژامبون مرغ داره. ژامبون مرغ شاید فکر میکنم 60-70%. یه دونه هم برگر داره. این برگرها رو بذاریم بیرون. چرا این خیارشور میارشور نره؟ این تو این نذاشتن؟ نه سام شستم و گیر ندید الکی. یه هات داگ داره. ماما میا ماما سیتا کالچلا زمینیاش دیدید دیگه. بریم برگرش رو تست کنیم بریم چی آجی. ASMR بریم ASMR ها. او مای گاش. خیلی خفنه. بچه خیلی خفنه اصلا، برعکس این که فکر می‌کردم کاهو و خیارشور اینطور چیزا رو نره.
بدمزه قراره باشه، ولی خیلی خفنه حاجی. برگرش خداست اصلا. ببینید یه طرف پنیر چدار به اضافه اسم اینو یادم میره، ژامبون مرغ به اضافه برگرش و نونی که داره روش یه لایه پنیر سرخ کردن. پنیر رو میریزن اون کف، پنیره که قشنگ سرخ میشه برگر رو کامل میذارن روش، پنیر رو برمیگردونن روش و واقعا خفنه. اعتماد عشق میکنم، جون دارم مایه میذارم براتون. ای زمار پول بده بخر بیار، خدایی سابسکرایب به ما نمیرسه. سیب زمینیاش بخوریم. آری بمبه، پنیر روش داره، خیلی خبرم هاجی. بابا چقدر آیتم زیاده، هاتداگ هم باید بخوریم، ولی هاتداگ بزنم لای نون به نظرتون؟ بذار اول یه ذره خالی بخوریم بعد میدم لای نون. آقا ولش کن، خیلی خبرم. با اون فعلا مقایسه نمی کنم، الان بهتون یه چیزایی رو میخوام بگم. واه اوه غذای سلطنتی باشه. بریم. بمبه. علی آجی یه چی بگم، نسبت به قیمت ها که دارم نگاه میکنم خب این خیلی بمبه، ولی اینم خداییش نباید از حق بگذاریم. 57,000 تومان خیلی خوبه. نه خدا این بهتره. همبرگرش مزه گوشت میده واقعا، یکم میبره، نمیدونم احساس کنم این دستسازه، چون اون مزه‌ای که دنبالش هستم و نمیده به جفتشون هم دستسازن. این چه کسیه بود ما گفتیم آجی، خیلی خفنه. برای آخرین برم یه تست بریم روش ببینیم واقعا کدوم بهتره. آجی من میخوام این برم، از این خیلی خفنه. واو ازما بمبه اصلا، مزدش داره دیوونم میکنه. ای بابا تو همه علت میکنه بابا. یه قازم این جفتشون خوبم، ولی دقت کنید، اگه این برگر اینجا باشه، این برگر اینجا. تفاوتشون توی کیفیت گوشت برگر خیلی متفاوته، توی نون تفاوت دارن، توی پک خیلی تفاوت دارن. اینا سس خودشون توش میریزن که باز یکم ارزون‌تر بیفته، ولی اینا سسی که به ما دادن داخل یه پک همون حساب نرم درست بازش کنم. سس محرامه، داخل یه پک ترتمیز گذاشته، 3 تا هم سس بهمون داده. بچه من فکر می‌کردم که با این مقایسه قراره که این گرونه بد باشه و این ارزونه خیلی خوب باشه و می‌خواستم بگم الکی هزینه نکنید و فلان و این حرفا، ولی الان یه ضرب المثل خیلی خوب فهمیدم که میگه هر چقدر پول بدی همون قدم آش میخوری. خدای همین، ببین پول بیشتر دادی بهت سیب زمینی داده، برگر داده که روش نمیدونم پنیر و 1000 تا داستان و اینا داره، ولی این اندازه مثلا یه پول جزئی براش هزینه کردی، توش برگر همون چیزای ساده‌ای که توی ساندویچ میذارن به اضافه برگرش. در هر صورت فکر میکنم که این حالا خیلی بهتره دیگه، فکر کردن نمیخواد آقا، مشخصه. بچه‌ها میخوام این بقیه‌اش به نظرم خیلی حال میده، خیلی خفنه. بریم نظرم لذت ببر.